امام بخاری میگن که باب اغتسال الصائم، باب درباره حکم غسل کردن روزدار. یعنی آدم روزدار حق دارد غسل کند، آبازی کند یا نه. بعد از آن یک چند حدیث ها و آثار از صحابه ها و تابعین ذکر کردن. گفتن که وبل ابن عمر رضی الله عنهما ثوبا فالقی علیه و صائم. حضرت عبدالله ابن عمر یا لباس را تر کردند به آب، سپس بر بالاشان پرتافته شد و حالان که ایشان روزه بودند. یعنی اون زمان خنک نبود، پارچه از لباس یا متا را در آب تر میکردند و در بالاشان پرتافته می نشستند برای سلقین شدنش. خب و دخل الشعبی الحمام و هو صائم. بعد امام بخاری گفتن که حضرت شعبی به حمام در آمد و حالان که او روزدار بود. و قال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشیء. ابن عباس گفتن که هیچ گپ ندارد اگر طعم دیگه چشد، یعنی نمک طعام چشد هیچ گپ نه، لیکن تف کند. چشیدنی طعم روزه رو نمیشکند. برای آنکه انسان مزمزه میکند به دهان آب میگیرد لیکن غرغره نمیکند تا اینکه آب از حلقش نرود. یعنی دهان را با آب شستن اجازت است و وقتی که شما به دهانتان آب گرفتید طعم آب میچشید. مثلا آبی بحر باشد شور است، آبی بحر میچشید. آبی دریا باشد شیرین است، میفهمید طعم آب را. آبی خلاردار باشد طعم خلار را میچشید، لیکن روزتان نمیشکند. بنابراین وقتی که طعام چشیدید روزتون نمیشکن، لیکن باید اون چیزی که در دهان گرفته باید بیرون پرتوید. چخیلی که آب هم میگیرید بیرون میپرتوید. بعد از گفتن که وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. حضرت حسن بصری گفتن که مزمزه هیچ گپ ندارد. گفتن و این چنین تبرد، آدم روزدار با آب خودش خنک کند. و قال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهینا مترجلا. یعنی درباره روغن کردن و موشانه کردن روزدار باشد هیچ گپی ندارد. گفتم و قال انس ان لی ابزن اتقحم فیه و انا صائم. حضرت انس گفتن که من سنگ داشتم، مابین سنگ کافتگی هست، یعنی تراشیده مانند ونه های امروزه کافته گرفتگی هست، درنش آب پر کردگی، در داخل همون در آمده غوطه زده می نشستیم تا گلوشم و حالان که من روزدار هستم. گفتم و یذکر عن النبی صلی الله علیه وسلم انه استاک و هو صائم. از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم مسواک کردن حالان که ایشان روزدار بودند. این روایت در صحیح بخاری است. برادرای همش سخنای امام بخاری نقل دارند. و قال ابن عمر یستاک اول النهار و آخره ولا یبلع ریقه. حضرت عبدالله ابن عمر گفتند که اولی روز مسواک میکند و آخری روز مسواک میکند، لیکن آبش فرو نمیبرد. وقتی که مسواک میکنید دهان آب میکشاید، یا علل خصوص مسواکی تر باشد، نه کنده آمده باشد و تند است، تیز است، وقتی که دهانتون میشوید با مسواک دنداناتون تازه میکنید دهان آب جدا میکند، همون آب فرو نمیبرد. یا خود آب مسواک آب داره، آب مسواک فرو نمیبرد. گفتم ابن عمر قیل له طعم. کسی گفت که آخه مسواک طعم دارد؟ قال والماء له طعم و انت تمضمض به. آب هم طعم دارد و تو مزمزه میکنی. گفتن یعنی ابن عمر به آن آدمی سوال دهنده جواب دادن. ولم ير انس والحسن و ابراهیم بالكحل للصائم بأسا. حضرت انس، حضرت حسن بصری، حضرت ابراهیم نخعی گفتن که اگر به چشمش روزدار سرمه مالد هیچ گپ نه. گفتن لیکن بعضی ها نکند همین کار هم. گفتن سرمه مالدن، لیکن این بزرگا هیچ گپی ندارد. گفتن خلاصه یعنی در دریا هم اگر آب بازی کنید روزتان نمیشکند، فقط اگر از گوشتان یا از دهانتان یا از بینیتان آب درآید بله روزتان میشکند، لیکن اگر آب ندارد روزتان نمیشکند.